یک تاجیک بدخشانی با تاجیک تاجیکستان نمیتونست گپ بزنه. یک فارسی زبان افغانستانی با یک فارسی زبان ایرانی نمیتوانست گپ بزنه. حتی اجازه نمیدادن سفرای تاجیک به این کشورها رفت آمد بکنن. چرا میشریم؟ چرا خجالت میکشیم که اینا رو بگیم؟ این وحدت ملی دروغ. کدوم وحدت ملی؟ اینا رو مطرح بکنید. نترسید. این ملت بسیار درخشان در تاریخ است. قومی که سراسر دنیا ما با مولانا افتخار میکنه. در سالهای پسین پرتیراژترین کتاب مولانا بلخی بوده. آوازخوان‌های معروف غربی شعرهایشو میخوان. یک اسطوره بزرگ فرهنگی است. شما متعلق به فرهنگی است که امروز شعر بر دروازه سازمان ملل نوشته است. نه شعر انگلیسی با ادبیاتش، نه شعر عرب با ادبیاتش، نه زبان درخشان فرانسوی بلکه ادبی زبان غنی و زبان ادبی اروپا هست. ولی شعر سعدی اونجا نوشته است. من یادم اعضای یک دیگه. شما متعلق به این فرهنگ هستید. شرمش در کجاست که نمیگید متعلق هستید؟ بسیار سالها این آدما که میگن آدمای سیونیسکو اونها مثال به نام میگذارن. من آنم که در پای خوکان نریزم مرید قیمت دور لفظی دری را.